روز 21 فوریه سوم اسفند ماه از طرف یونسکو به عنوان روز جهانی زبان مادری نامگذاری شده. نامگذاری این روز به منظور کمک به تنوع زبانی و فرهنگی انجام شده. بیشک زبان مادری تأثیری مستقیم بر هویت و یکپارچگی جوامع داشته و نقشی انکارناپذیر بر شکلگیری فرهنگ‌ها دارد. حدود نیمی از زبان‌های دنیا در معرض نابودی قرار دارند. مرگ هر زبان به معنای از دست رفتن مجموعه‌ای از فرهنگ، تاریخ و آداب گروهی از ساکنان زمین است. متأسفانه زبان زیبای گیلکی از جمله زبان‌هایی است که طی سال‌های گذشته مورد بیمهری قرار گرفته و رو به فراموشی رفته. دلایل مختلف تاریخی و اجتماعی باعث فاصله گرفتن مردم از زبان مادری شده. اما خوشبختانه تلاش‌های بسیاری برای احیای این زبان کهن در حال انجام است. برای اولین بار در گیلان کارگاه آموزش زبان گیلکی به صورت آنلاین به کوشش جناب آقای پرویز فکرآزاد، نویسنده و ترانه‌سرا برگزار می‌شود. هدف از تشکیل این کارگاه آشنایی هرچه بیشتر نسل جوان با زبان مادری و حفظ هویت و اصالت است. کلاس‌ها هر هفته به صورت آنلاین در گوگل میت و ماهی یک بار به صورت حضوری برگزار می‌شود. محتوای آموزشی کارگاه شامل گفتگو به زبان گیلکی، آشنایی با لغات اصیل، نوشتار گیلکی، خواندن داستان و ترانه گیلکی می باشد. امید است که به زودی شاهد این باشیم تا تمام مردم این سرزمین به زبان مادریشان صحبت کنند.